و اینجا میخواهم به سران اقوام، من متاسفم این کلمه رو به کار میبرم چون ما میخواستیم یک جامعه بسیار مدنی شهروندی باشیم، ولی اینا واقعیات کشور ما هست. اونهایی که از نام اقوام خودشون، به خصوص اقوامی که قرنها و سالها مظلوم بودن، با شوونیست ها معامله میکنن و میخوان معامله کنن. تا جایی که من به یاد دارم از وقتی که شما رو میشناسم یک فعال سیاسی بودن که همواره از کسانی که جنگ سالار گفتن انتقاد کردن، علیشان اسناد جمع آوری کردن، نوشتن، حرف گفتن و سخن گفتن. اینا را یک دفعه یادم از گفتن که میکروب جامعه هستن که مثل موریانه نظام را میخورن. هشدار میدن بیش از این خودشان رسوای عام و خاص نکنن. این تجربه را کردن تا هر حدی ممکن و حتی ناممکن به هر دلیلی، من دلایلشان را نقد نمی کنم، وحدت ملی میخواستند، منافع قوم میخواستند، نمیدانم منافع مردمشان را میخواستند، با این شوونیست ها معامله کردند، تعامل کردند. حتی آدم های بسیار بسیار قدرتمند با نفوذ زحمت کشیده‌ای که جان کندن در این کشور برای وطنشان به هر دلیلی، به هر ایدئولوژی، ولی ماندن، زحمت کشیدن، آمدن به همین آقایان فاشیست و شوونیست گفتن که ما رهبران خود را یافتیم. از این سخن سخت‌تر نمی شود گفت و بسیار دشوار است یک چنین کلمه را به کار ببرند، اما به خاطر اینکه اعتماد سازی کنند، حالا به هر دلیل قومی و وحدت ملی به کار بردن و عکس العمل شدیدی که این آدما، این رهبرایی که قرار بود حداقل منصفانه برخورد بکنن، چی کار کردن با اینا. و در آخر روز وقتی گلبدین حکمتیار یکی دیگه از جنگ سالارا میایه و کابل، شما با دیدنش میرین، به اون میگن که آقای حکمتیار شما رهبر ما هستین، میگن که جای شما خالی بود، این نقل قول مستقیم است، و بعد میگن که در نبودش شما داعیت دار مبارزه بودید. بسیار عوام فریبانه نیست؟ نه ما گفتیم دو نوع است. وقتی که جنگ کابل بودن، ما نه حکمتیار را تایید کردیم، نه احمد شاه مسعود را تایید کردیم، نه عمل کردش. و در اون مورد ما خسارات ورده و فرهنگ افغانستان، چون هر دو تنظیم که در کابل درگیر بودن و موزیم چور چپاول کردن یا چور چپاول شدن توسط جنگ هزینه، یا نمایشگاه ملی و بین‌المللی افغانستان که بودن در چمن حضوری، اون کلش ما یادداشت کردیم، اون نشر کردیم. ما با مگر حکمتیار فعلا که من حیث یک عنصر صلح سالار میه؟ نه، در او واسه عمل کردش معلوم میشه که به این حد میرسه یا نمیرسه. ولی چی شد آقایون که شما با رفتنتون پیش آقای حکمتیار همگی را شگفت زده کردین؟ کسی را که شما جنگ سالار گفتن به این خاطر که گفتن شهر کابل را ویران کرد، موزیم غارت کرد، فرهنگ آسیب زد، و بعد میرین میگین شما رهبر مردم ماست. نه، از این رو مردم فکر میکنن موزیگیری قبلی و فعلیتان پاپولیستی است. فعلی ما دیروز پروگرام داشتم، ما گفتم که وقتی که ما میخوایم که اردوی ملی به طرف، نه قسم رو سر حکمتیار است. صحبت ما در اردوی ملی نیست. از اون خاطر نه، اون ما چی گفتیم؟ ما گفتم که عکس حکمتیار ما در اردوی ملی قبول کردن میتونیم. سوال در مورد اردوی ملی نیست آقایون، سوال بسیار مشخص است. چی شد که شما رفتن پیش گلبدین حکمتیار و گفتن شما رهبر قومی هستین، در حالی که امیال میگن کابل حکمتیار ویران کرد، امیال میگن که حکمتیار و مسعود، نه گفتن حکمتیار، نگفتن، شما گفتن که حکمتیار و مسعود در جنگ داخلی کابل ویران کرد، فرهنگ غارت کرد، موزر از بین برد، و بعد خودتون پیش از یک زمین ها میرین و در کنارش میشینین، در آغوشش داخل میشین، و بعد میگن که شما رهبر مردم افغانستان هستین، جایتون در میان مردم خالی بود. وقتی که جمعیت اسلامی در راس قدرت باشه یا جمعیت اسلامی نباشه یا حزب اسلامی، صحبت قبلیتون درست است یا صحبت آخرتون؟ هیچ نوع تناقض وجود نداره. هر افغان که به پروسه صلح می سبا طالبان میمان پیش میره، سبا اگر مین مردمی که در شورای نظار هستند،
اگر از جنگ دست بکشه ما هم شورای نظار میریم. این مثلا مطرح و میگن شورای نظاره و مثلا شورای نظار شما میگن که رهبر ماستن چرا میگن که رهبرتون نه حکمتیار کسی این خوی یک حقیقت است. حکمتیار رهبری جهاد افغانستان نقش محوری داشتن. میخوام بگم به اینا که فراموش نکنن اگر صادق هستن با مردمشان با مردم افغانستان این اشتباهات با شوونیست ها با فاشیست ها تکرار نکنن. همین حال اطلاع دارن یک عده در صدد معاملاتی هستن با همین جریان هایی که نو اتفاق افتاده است، چون خیال میکنن شاید اینجا باز امکانات است، قدرت است، امریکایی ها هست، بریم با این آقایان معامله بکنیم، پروتکل کنیم، شاید چیزی برای ما برسه. اما اشتباه میکنن و این بار اگر این اشتباه را بکنن قابل بخشش نخواهند بود. البته من اینا را هیچ گاهی به خاطر اشتباهاتشان شخصا نخواهم بخشید، برای که ما را در چنین موقعیت قرار دادند. میخوام بگم به اینا که شما را هیچگاه این شونیست ها قبول نمیکنن. چقدر گدایی میکنین، چقدر دریوزه میکنین، چقدر سرخم میکنین، با صدها بادیگارد، با میلیون ها دلار پول، با این همه مردمتان اینقدر حقیر میشین که هر روز شما را استفاده بکنن، مورد استفاده قرار بدن، مثل ابزار. باز هر وقت هم نخواستن شما را ریزوله کنن بندازن بیرون، باز دوباره برگردیم با اینا وحدت ملی میخواین ساخت. این چقدر واقعا نفرتبار است، شرم‌آور است. و کسی که این مسئله تایید میکنه به نام جهاد امتیاز میگیره و از اون منکر باشه و خودش تناقض است. یعنی از حضور حکمتیار در روند صلح، از حضور حکمتیار در دوران جهاد، از حضور حکمتیار در جریان سیاسی کسی منکر شده میتونه. ولی قضاوت تاریخی در مورد حکمتیار، در مورد احمد شاه مسعود جنگ کابل ایرا میمانیم به قضاوت تاریخی. ما در مورد عبدالله نوشته کردیم وقتی که جنگ بودن در جریان جنگ، چون ما در کابل بودیم جای نرفتیم، در وقتی که دو نفر با هم میجنگه یکیش قهرمان ملی گفته میشه، دیگه جنایتکار. ما به این مخالف هستیم، یا دویش جنایتکار است یا دویش قهرمان ملی است. به نظر شما حکمتیار قهرمان ملی است؟ اینا میبریم نه تعریف شما چیه؟ شما در کابل بودین جای نرفتین؟ ما گفتم که اونمو مردمی که یک طرفه قضاوت میکنه ایرا واریم برای تاریخ که ثبت کنه که کی کابل ویران کرده، کی خاک فروختن، کی مملکت به نفاق قومی کشند. ایرا برای تاریخ ولی من حیث افغانی که سلا را به زمین میگذاره حق نداریم ما که کتی زود باز کنیم یا گپ بزنیم. وقتی که کتی استاد ربانی ما در چنین جرگه بودیم، این به معنی از این نداره که ما نظریات استاد ربانی را تایید میکنیم. در جرگه شش جرگه را در کابل دایر شده، جرگه از استرالی گرفته چون ما مشیش بودیم، جرگه همین پاکستان و افغانستان ما مشی بودیم. ما چندین بار که استاد ربانی شده اونم گفتیم. ولی شما این معنی نیست که طرفدار نظر آقای ربانی بودن. ما در اینجا طرفدار از نیست که شما طرفدار نظر آقای حکمتیار نیست. ما گفتیم که حکمتیار رول اساسی رو در شکست روسا ایفا کرد. این کسی منکر شده نمیشه. چیزی خب آقای خلیلزاد در کتاب فرستادیش که ما ترجمه کردیم هم میاد در مورد آقای حکمتیار صحبت میکنه. دیگر نویسنده ها هم هستن که میگن حکمتیار یک نقش نمادین داشت و بیشتر اعتبار از طرف پاکستان میگیره، فرستاده پاکستان بود و کسای دیگه بودن که جنگ افغانستان علیه شوروی انجام دادن. کتاب‌های زیاد، نوشته‌های زیاد، ادبیات، شما مورخ نویسنده هستید حتما خواندین. یعنی حتی در مورد نقش حکمتیار در جهاد دیدگاه‌های مختلف وجود داره. اما بحث اساسی که اگر ما جمع‌بندی کنیم مصاحبه آقایون است که افغانستان به اندازه کافی تجربه ادبیات نفرت داشته و نفرت پراکنی و تبارگرایی افغانستان چنان به یک وضعیت برده که هزارها نفر در کشور کشته شده. چطور ما میتونیم به سمت بریم که یک کشور کثرت‌گرا داشته باشه، در اونجا همه خود ببینه، فارغ از اینکه به فکر اکثریت و اقلیت و قوم و تبار باشه؟ چی باید شود که همه شهروندان افغانستان فکر کنند در یک نظام عادل و منصف سهم دارن و مورد احترام است؟ اول فقط پیش از اینکه به این مسئله برسیم، در مورد جهاد افغانستان 7 کتاب خود روسا چاپ کرد، نوشته کرده روسا، الکساندر مایاروف، جنرال گروموف، جنرال یاخوفسکی. این کتاب‌ها را اکثرش ما خود ما چاپ کردیم.
و این چندین دفعه ایجادم کردیم. در اوجا ذکر است که سخت‌ترین دشمن ما کی بوده در افغانستان، او و کی که ما تفاهم کردن و آتش بس کردن. این ذکر است در اون کتابا. ضروری نیست که ما زیاد بپیشیم برای مردم افغانستان این وعده است. در مورد از این خوب است که ما قوانین تعقیب کنیم. قانون اساسی من حیث فرد برای هر افغان حقوق و جایب و مکلفیت‌ها را تشخیص کرد. ما بریم پیش قانون اساسی یک قانون الهی است که او را تعقیب میکنه خود 100% خوبه. یعنی و قانون وضعی که است دیگه نه مسئله سم مطرح است، نه قوم مطرح است، نه دیگه نه زبان مطرح است. هر کس حق داره شایستگی فردی خود نشان بده و جای برسه. ما میگیم که قانون باید تطبیق شود و هر کسی که در مقابل قانون زبان استعمال میکنه سمت و قوم و دیگر نسل و سلسله، این باید قوانین دیگر هم تصریح شود که برای مردم یک حد و حدود تعیین کنه که تا این حد حق داری، تا او حد نه که قوم نیستی وسیله سپار بسازی به او حساب خود به قدرت برسانی. تمام جنگ سالاره افغانستان شوارش اول اسلامیت بود، بعد از او قومیت است و چون جامعه جهانی آمد او دو حد نمیچله از او خاطر قوم پیش هر کسی که یک شاروار بود او را از وظیفه دور کرد گفت ما یک قوم تاریخی هستیم، بیادری به قوم چی ارتباط داره و شارواری را پیش بردن نمیتونید از او خاطر ما هدف ما اینمی است که و این باید تفکیک شود که کی مسائل دامن میزنه کی را رفع میسازه. آقایون شما یک حرکت ملی را به نام تحریک ملی افغانستان راه انداختن و مبارزه بیامان هم در مورد بعضی از مصطلحات ملی داشتن، مثلا بسیار حساس هستن در مورد اینکه کی خود افغان میگه کی خود افغانستانی میگه. من دوست دارم تعریف شما را از هویت ملی بشنوم. هویت ملی مملکت ما افغانستان است، نام رسمیش و در قانون اساسی اینمی تذکر یافته و کسانی که در افغانستان زندگی میکنه من حیث فرد کلش افغان است. کلمه افغان سر کل اطلاق میشه و کسی که قبول نداره و خود افغان افغانستانی میگه چرا بله چون فکر میکنه افغان معادل پشتو است. پاسخ شما و اون چی است؟ شما در یکی از بحث‌هایتان ما شنیدم گفتن که اینا جنایتکار هستند و باید گرفته شوند، به زندان انداخته شوند و دار زده شوند. فکر نمی‌کنید که یک واقعیت بسیار زشت نجات پرستانه است؟ نه ما این گپ نجات در کجا آمده؟ اول این کلمات سه کلمه را که شما گفتید ما هیچ وقت استعمال نکردیم. اگر پیدا کردی اگر میخوایی من شما گفتم دار زده شد کسی که افغان نمیدونه. ما گفتیم کسی که افغان نیست حق نداره که افغانستان زندگی کنه. کسی که امریکایی نباشه دار زده شد. دار زدن یک چیز نیست جاتون نیست آقای نه اگر این کلمه را برای ما ثبوت کشید پیش از اینکه از دفتر بیایم مصاحبه شما رو شنیدم بک‌گراند سیاه داشته اما یک مجریش نبودن فکر که تلویزیون خاطر بود. نه هیچ وقت چیزی که قوانین اساسی برش جزا و تثبیت کرده ما خواهانی اونمو هستیم. این امیر دبو گم نه کسی که از لحاظ منطقی شما خوب ژورنالیست مثلا خوب فهمیده من واسه دنیا کار میکنه کسی که خود افغانستانی میگه یا از لحاظ گرامر از لحاظ منطق از لحاظ اون فلسفه وجودی این دقیق است یا نیست. افغانستان مثال مملکتی است که جایی که افغانه یعنی ستان در فارسی در پشتو ستون است در فارسی ستان است اسم مکان است مثل که گلستان مکان گل است افغانستان مکان افغان است. اینالی که در شهرنو بری یک جای دیگه بری بیادر تو بیان یک چند تا گلستانی را برای ما بیارن این منطق داره یک چند تا گل میگی. پس آقایون شما برای از اینکه افغانستان فارغ شود از جنجال قوم پرستی معتقد هستند که یک کشور کثرت‌گرا فراقومی و دموکراتیک باید وجود داشته باشه. ما دموکراسی باور داریم بدون از او ما افغانستانی که میکس باشه ایدئولوژی اسلامی و ملی این هماهنگ حرکت کنه و از تمدن‌های پیشرفته اونا استفاده کنیم که این مملکت نه بسیار با افراطگری مذهبی کشانیده شوانه به افراطگری قومی هم از تمدن مذاهب دنیای پیشرفته از تجربه اونا استفاده کنیم و هم امی روحیه عقیدوی و ملی ما این محفوظ باشه. پوهان اسماعیلیون استاد دانشگاه کابل، رئیس تلویزیون خصوصی ژواندون و رئیس جریان سیاسی تحریک ملی، بسیار تشکر از اینکه برنامه به بار دیگر آمدید. تشکر.